چقدر گیمر خوبه پسر آدم گیمر باشه؟ سیکتیر بابا، حتما 2 بار تو حتما تو بابا. مامان جان دلتو به اینا خوش نکن، الک پلکی گیمر. مامان یوتیوب میلیاردی پول میده، الان منم یه گیمر معروفم. یوتیوب یک جای بزرگه. آره 2 بار، این 1 این 2. مامان جان چند بار گفتم انقدر اعتماد نکن، میذارن دو کاست. 2 بار تو شکمم بودی، آخرم هیچی به هیچی. الان سکینه خانم و افت خانم اگه الان برداشتن گفتن شغل پسر چیه، چی جوابشونو بدم؟ واقعا چه خاکی تو سرم بکنم؟ بگو گیمر مامان، اونا باید بدونن این گیم چیه. یوتیوب من دارم از همین راه واینرم، دارم پول در میارم. وای که من جواب سکینه خانم و پس فردا چی بدم گفت؟ چی بدم اگه گفتش که بچت شغلش چیه؟ خدایا واقعا آخه گیمر مگه شغل اصلا گیم چیه؟ اوف مامان، اگه گیم شغل نیست سکینه خانم و افت خانم هم آدم نیستن. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن، بار دیگر عرض تشکر دارم. سلام، داری چی کار میکنی با گوشی؟ هیچی با، فقط دارم الان ادیت میذارم، کار خاصی انجام نمیدم. خوبه، آفرین ولی اگه درست هم همینجوری میخوندی خیلی خوب میشد. حالا اگه ببینم این ادیتی که تو میگی چی هست اصلا؟ ادیت چیه؟ باب منظورم همون ویرایش یک ویدیو که دارم میذارم کانال گیم. راستی بابا میدونی گیم چیه؟ همون بازی نمیدونی چیه؟ آره بابا پسرم، آره گیم. آره من تو عمرم خیلی گیم بازی کردم، گیم ویدیو خیلی بازی کردم. موهای سرم من گیم ویدیویی بازی کردم. شما که مو نداری. صبر کن بابا، فقط یه شوخی بود لطفا. نه هیس پسر، همینجا میمونی تا وقتی که من بگم، تا وقتی که ادب بشی با پدرت اونجوری صحبت نکنی. ولی آخه پدر چرا؟ همینی که گفتم پسر، کتکایی که خوردی بستت نبود؟ حالا باید همینجا بمونی، شاید دلم برات سوخ اومدم آوردمت تو پسر. آخ چقدر دیروز خواب خوبی نداشتم. پدر پسر مقاومت خوبی رو داشتی در شب. خب بیا حالا که ساعت 6 صبح یکی از رازهای بزرگ تمام پدرها را بهت نشون بدم. نگاه کن پسرم، اینجا دقیقا اتاق مخفی هر پدریه که درش تمام دیواراش از پول ساخته شده، پول و همه چی و الماس و اینا. و پسرم برای که پدر شدی چون مقاومت بالایی داشتی میخواستم در آینده بهت بگم که همیشه تو باید پولاتو یه جا مخفی کنی و همیشه وقتی عمود اومد یعنی داشت اومد همه رو باید بدی به اون. اوکی فهمیدم پدر، فقط بگو که توی اینا وایسا من توی این صندوقا رو باز کنم ببینم توش چیه. ببینم مثلا یکی نه. اوه پر پول. این چیه توش؟ پول مثلا پدر با اجازه خودت یکی از اینا رو برمیدارم، مثلا یکیشو برمیدارم پدر. دست دوم پولا نخوره. چرا پدر؟ حالا آماده مجازات بعدی شو. آی بدنم چقدر درد میکنه، وای مگه از این وضعیتم بدتر وجود داره؟ آخه ناگهان سیستمو که از من گرفتن، موبایلم هم خاموشه، اصلا دیگه با موبایلم حال نمیده، بدنم زخمیه. آخه مگه از این بدتر هم وجود داره؟ الان که میبینم از این بدتر هم وجود داره. پسرم تو دیگه مرد شدی، باید بری سر کار. آره چه کاری هم برات فرستادم. خب دیگه یواش یواش کارو شروع کنیم. تو دیگه اینجا چی کار میکنی؟ سلام اما
حالت چطوره؟ خوب هستی؟ ایتی اومده بودم دلیلشو بخوای بدونیم؟ آره بگو برای چی اومده اینجا؟ ایتی 1 کیلو رنگ میخواستم که با دوست دخترم برم خونه مامانش رنگ کنیم. همیشه هم تهش همینجوری تموم میشه دیگه. بیا اینم 1 کیلو رنگت برو.